سلام دوستان، امروز میخوایم با هم یه تریلیچه ترکی درست کنیم که من آموزش رو از یک کانال ترکی ترجمه کردم و به نظرم این شیرینی با یک فنجون چای عجیب میچسبه. تریلیچه در واقع یه دسر ترکیه‌ای بسیار لذیذه که از ترکیب اسفنج وانیلی، سس خامه‌ای و تاپینگ کارامل درست میشه. ممنونم ازت که این ویدیو رو لایک میکنی و امیدوارم تا انتهای این ویدیو همراه من باشی. برای درست کردن این کیک اسفنجی ما به 4 عدد تخم مرغ احتیاج داریم و بعد 3/4 لیوان پودر قند رو اضافه میکنیم. از اونجایی که من این دسر رو چندین بار امتحان کردم میتونی از شکر هم به جای پودر قند استفاده کنی و یه سرقاشق وانیل رو به مواد اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا جایی که رنگش کرم رنگ یا به سفید رنگ تبدیل بشه. یکی از نکته‌های این کیک اینه که از یک پیمانه سایز کوچیک استفاده نکنی و به نظر من الان این لیوانی که تو این ویدیو میبینی میتونه مناسب ترین سایز واسه این کیک باشه. حدود 5 دقیقه که این مواد رو با هم ترکیب کردیم و به یک غلظت اینطوری رسیدیم، 1 لیوان آرد رو به همراه 2 قاشق چای خوری بیکینگ پودر از صافی رد میکنیم و آرد و بیکینگ پودرمون رو به مواد تخم مرغیمون اضافه میکنیم و با دور کم همزن به آرومی هم میزنیم. همینطور که در این ویدیو توجه کردید این کیک اسفنجی بدون روغن و شیر درست میشه و در نهایت شما به یک مواد با این غلظت دست پیدا میکنید که کاملا طبیعیه. داخل یه ظرف پیرکس کمی روغن میریزیم و تمام ظرف رو چرب میکنیم. مواد کیک اسفنجیمون رو داخل ظرف پیرکس میریزیم و به مدت 30 الی 45 دقیقه داخل فری که از قبل با دمای 160 درجه سانتیگراد گرم شده میذاریم تا پخته بشه. فقط توجه کنید که فر باید فقط از دیر روشن بشه. حالا میرسیم به سس خامه‌ای که من از 2.5 لیوان شیر استفاده کردم به اضافه 1 پاکت معادل 200 گرم خامه. سطح کیکمون رو با یک سیخ جوجه یا خلال دندون میتونیم اینطوری حفره ایجاد کنیم تا مواد سس خامه ایمون راحت تر به کف کیک برسه. مواد سس خامه ایمون رو روی کیک میریزیم و حتما اطمینان داشته باشید عزیزان که قبل از اضافه کردن سس خامه ای حتما کیکمون سرد شده باشه. مرحله بعد نوبت خامه کشی روی سطح کیکه که من از یک بسته خامه استفاده کردم به همراه یه بسته پودر خامه که مواد خامه ایمو صفر کنه و این دو رو با هم ترکیب میکنم تا به یک غلظت مناسب برسم. فقط کمی از این خامه رو من جدا میکنم برای اینکه روی سطح کیک رو تزیین کنم. توجه داشته باشید عزیزان که برای تزیین سطح کیک غلظت به خامه به این صورت باید باشه و اینکه خامه رو بعد اینکه هم زدیم روی سطح کیک صاف میکنیم و به مدت 20 دقیقه داخل یخچال میذاریم.
و در مرحله آخر یک پیمان پودر قند رو به داخل تابه میریزیم و توجه کنید که به هیچ عنوان هم نمیزنیم، اگر نه گوله گوله میشه پودر قندمون. و بعد اینکه به آرومی پودر قندمون آب شد، 50 گرم کره رو به مواد اضافه میکنیم و تون هم میزنیم و ترکیب میکنیم مواد رو با هم و در نهایت یک پاکت معادل 200 گرم خامه رو اضافه میکنیم و همینطور که در تصویر میبینید تون هم میزنیم تا به یک غلظت اینطوری دست پیدا کنیم. مواد کاراملیمون رو توی یک ظرفی میریزیم و بعد اینکه 20 دقیقه مواد کیکمون داخل یخچال سرد شد، کارامل رو به روی کیک صاف میکنیم و بعد با اون خامه‌ای که کنار گذاشتیم روی سطح کیک رو تزیین میکنیم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید.